سلطان کبیر، نوری واسع و بازار مطلوبات در ناحیه واسع پهلوی هم جایگیر هستند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن آن می‌دانند. تشکیلات‌هایی که وابسته به بازار مثلا بگن سرویسانس بویتوری، خب آتش نشانی، برق، همه قطعی با کار که سمون موینویا به امر برآورده. مسئله استفاده بازار همه مثلا تشکیلات‌هایی که وابسته گزارش نرساندگی که به اون طلبات جوابگو نیست. ما پرونده داریم. سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطلوبات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطلوبات شکایت دارند که میخواهند دکانهایشان را خیزانند. تاجران میگویند نقطه های سودا در سلطان کبیر گرانند. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند. مثل فرماندهی کردیم، مثلا شخصا 6 مرتبه در بازار مردم قطعی بخوری کردم که مثل ما نقشه گنرالی قطعی باید در میخیل بسودیم. ما هزار تجربه کاری در بازار سلطان کبیر داریم که بهترین که شرماماشون هم ترسی طرف هم میشود. ناحیه واسع یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران میگویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند، ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می‌دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان با نفوذ شمرده می‌شوند.